علیکم یارو دوستان طبقی همون زکزی پس پیش چکمو که رابعه بلخی نام دارن خواستن که مکتب در برای اون کس نوار کنیم. ولی ما مکتب رو از نزدیک نوار کرده، از نزدیک نوار میکنیم و همون کابینتی گفتگیشون هم فکرم باشد یک ویدیو کرده برای شما میپرتیم. این مکتب با نام کوچک و مهدویون سعید باشه. این داخلش این کابینت درخواست کردگی شما که کابینت فیزیکی گفتگی بوده اینجا شما نوار میکنم. فکر کنم اینجا کابینت فیزیکی زبان روسی کرده هستم. اگر نمیدونم اون خاطرات به فکر شما داره در اینجا. این مکتب خیلی کهنه است و به شخصانی که سخاوتمند باشن دستگیری کنن برای تعمیر همین مکتب خیلی خوب میشه. فیزیکا نه پیشتر همین فیزیکی بود. همین کمنه همچون فیزیکی خیلی یک درچه داشت. همین یک درچه داشت. در لابراتوریش بود. میدونن اندرون چیزایی لازم که روادن بود استفاده می‌بردن. باز هم لابراتوریش همینه استفاده داشتن. و راست گفتن همین کمنه پیشتر کمنه فیزیکی بود. باز همین حال زبان روسی شده یعنی و مکتب خیلی و شرایط همه چیز دارد فقط کم در تعمیر طلبه من اگر شخصیت‌های صاحب خیر صاحب ملک باشن اگر ما از سال 2004 همون تالار ورزشی ما رو راست دیگر شادگی هم بنیاد کردیم همونجا کم در تعمیر می‌خواهیم اون شخصیت‌ها باشن در نزدیک شناس شدن و یاردم کردن خدا خیر بسیار مینندار باشن ما آموزگارا هم وقت همین صاحب کارا هم دعوت نکنیم احترام داریم دستگیری ما کردیم برای کی آوان من با منبع اگر یه شخصیت ها باشد با همین چیز خاصه باشد که یک بار مکتب همین معاشری رو بزن خیلی صحبت کنن ما رو سگر کلن برای رنگ بار کردن مکتب نیاز داریم مکتب پر رو باید رنگ بار کنیم اون طرف تالار نشست هست من شما نشان میکنم اون تالار نشست ما میخوایم که پر از تعمیر براریم چون که این طلبات زمان جوابون هستن اما هم باید تعمیر کنیم خیلی تعمیر عموما در دور نقشی دورنامه ما تعمیر خیلی زیاد است آن مکتب تا اون امسال و نمین فریزهای پلاستیکی نیاز دارد کابینت تاریخ ما من این طرف زبان ادبیات ما اون طرف کابینت صنف‌های ابتدایی ما به همین فریزهای پلاستیکی نیاز دارد در وقتی هوا سرد شدن اما از یک نه یک باش خود رو سیام کنید با همین گپ‌های ما رو دلیلش شده می‌کنم. عموما در مکتب 21 صنفخانه فعالیت کرده است. ما حدود تا 700 خواننده ما قبول کردن میتونیم. همین 700 خواننده ما قبول کردن میتونیم. در دو بست قبول کردن میتونیم. خیلی بعد از صنفخانه ما راست دیگر با طلبات جوابون هستن این چیز ما حرکت بالا و مراجعت کردیم. خدا خیر امیدوارم تو دستگیری ما میکنیم. امروز شنبهگی اون مکتبی بود و همونجا تازه کردن آماده کردن هر روز شنبه با نسی باشد درس اگر خدا خواست محترم پتپیسکو همتون شنیدید درخواسته همین دیرکتور مکتب اکثر ما همینجا خواندگی هستیم اگر علاجش باشد اگر یک دستگیری کنید برای تعمیر همین مکتب خیلی خوب میشه چون در اینجا هم فرزندای شما فرزندای ما این فرزند همه در اینجا درس میخونن که اکثر سامانیان به فکرم در این مکتب خواندگی است اگه دستگیری میکرد خیلی خوب میشه استاد کلام من این مثال حق ندارم پیش اینکه از گردنم اینکه از همین خدا باشد اونشون آسفری کردن 47 سال فعالیت کردن استاد احمدov آخری طول 55 سال هم خلاص اصلا استادای پر تجربه داریم راستی
از کارشان هم شاگردا هم ماموریت هم والدین بسیار منندار هستند. کار فعالیت آموزگارا به راستی‌گر ما یگون گفتنی داریم، فقط هم میگیم که کمتر یاردم کرد. همین جای جمعیتی است، مؤسسه جای مقدس است، از پایه اساسی دولت ما همین جای. من امروز خیلی که میدونید پیشوای معظم ملت در پیامشان نقطه اساسی پیامشان همین به معارف بود. همین سال معارف گویم اگر ما خطا نمیکنیم. این معارف خیلی پیشرفته سال از زمانه طلب کرده سال است که باید مؤسسه به طلبات زمانه گیگینیش استاندارد جهانی جوابگو باشد. رنگ و بار میخواهد، البته چه گفتیم ریزه های زمانوی میخواهد، روشنایی میخواهد، همین چیزا ما راستی‌گر کامپیوتر میخواهد. این چیزا که ما مراجعه کافل میخواهد. لبن نمودی کافل میخواهد. اینجا کافل میخواهد و غیره. اگه عموما در کسی که چقدر که میتونه دستگیری میکنند ما حتما کار میکنیم با خودشون نشان میدیم که این خیلی گون وای نیست که مثلا بعضی ها فکر میکنن که مبلغ اینجا اونجا میره. نه، کار با حساب قبول میکنیم، با حساب وای میکنیم. همین حساب با وکلان میخوام. سلام حساب با اختار شو گردنگر چند سال فعالیت که شما کار کردید؟ 45 سال. 45 سال. اکثر آموزگار ما 45 50 سال کار کردن. ما از والدین احترامانه خواهش میکنیم که فرزندها رو فقط میدون استود فعالیت صنعت و متالورگ رای میکنند و آینده که برای فرزنده خودشون آموزگار واقعا بچه‌هاشون تربیت کنند. آینده این آموزگارا الکی شگرفتن و برفتگی هستن. نه فقط برفتگی هستن. ما همین والدین علاوه صحبت کردیم که اینا وقتی که عریضه تیان خاصش من برن مکتب با احتیاج فردی دارن. یعنی والدین این چیزا دستگیری ما کنن. عموما والدین صحبتاشون بسیار خوب هستن. فرزندان میرکتی و معلم که علاوه تیان چیزی که رایشونن. اومده دای استاد کلون تجربه اومدن. و آینده باور دارم که همه شرایط مکتب پر را به نظارت کنک‌ها یعنی که روز کامر میگن تجهیزانیده شده است. تماما حدود مکتب پر نظارت میشه. فقط ما برای همین تعمیر داخلی مکتب و تالار همین ورزشی تالار نشست نیاز داریم. شخصیت‌های فعال باشن یا با میفرام در نزدیک شناس میشن چقدر که میتونن برای آبادی جمعیت آبادی دیار خدمت کنن. ما فرصت میشیم. مجلسگاه جای نشست همون صورتاش گیران کن که تالار ورزشی ما 40 ساله با طلبات جوابگو نیست. بسیار تاریک است. بله ما مجلسان اصلا در همینجا میگذارونیم. چطور شما دیدین ساله ما نقشه داریم که تعمیر بالای همین تالار نشست و تعمیر پایان که پر به رنگ و بار نیاز دارد. همین چیزه بعد طرف دیواراش را تا یک متر ما نقشه داریم که رنگ و بار کنیم. همین چیز راست دیگه همین نقشه ما هست برای خود ما نیست، برای همین جمعیت هست، برای همین دیار است، برای فرزندای خودتون است. اینا سابق خط کننده های هستن که همین مکتب سالهایی که پیشتر خط کردن از سال 69 این جانب از 54 این جانب اینا نگهداری شدن در مؤسسه. مگر فکر درخواستتون باشه در کامنتاری رو مینویسه. اگر درخواست کنید ما یگان کارت بانکی تشکیل میکنیم برای همون خیریه این مکتب. میتونید شما این مکتب دستگیری کنید. اینا صاحب خدمات جنگ مهنتی همین محل ما بپوشه بوکی. خلاصی گپ دیرکتور این مکتب گفتن اگر با اگه ویاتون باشد اگر میتونید شما در کامنتاری ها درخواستتون رو برای ما بیان کنید. گفتم که اگر همین خیلی سخاوتمندها باشن یا اگر عموما اکثر ما در مسافرت ها هستیم در نزد ما 1000 سوم 2000 سوم واقعا نیست. میتونید یک دستگیری کنید. اینا برای آبادی دیار خود ما مکتب ما خیلی باورنید با علاقه مجلسگاهشان خیلی فرسوده شده است، برای تعمیر نیاز دارد.
خیلی باقی سربلند خانواده باشه. داشتیم ریمو تعمیر کردیم. اگه اون بود همه که طلب واسکی تعمیر طلب میگن. بله. توی مکتب آقا دیگه جای چشم نوراس گفتم ما شرایط امروزی مثال سلام نکردیم. شرایط اگر اینجا را ما مثلا بیشتر بچه‌ها دستگیری کردن در دوره دیرکتور راهبری صالح و زاهد و همین پر بهش زیبار کانش غلطانده خیلی که میره این روز به زبان ما شکتور کردن اومدن ببینم نصیب باشد رنگ و بار میخواد با ما های مکتب خود پر مکتب راست گپ تعمیر طلب است پر تعمیر طلب است و چقدر که میتونن دستگیری کنن برای همین جمعیت. خلاصه همون طبق درخواست رابعه بلخی شاید خیلی فایدهشون برای این مکتب رسد که آدم خیرخواه باشن اگر میتونن خیرخواهی کنن در این مکتب. اکثر آدم‌ها طلبه‌ها بفکر همینجا لینیک همینجا میشه دعوای پیش ما یادمون واسه طلبه مکتب بنده همینجا لینیک میگذارونیم. اوضاع خیلی وای شده است. اینجا کمیت تاریخ و حقوق و فکر همین اکثر جای هم مکتب به تعمیر نیاز داره. مقصد که همین تلویزیون همین اکیو این تلویزیون کلاسیکی شما شد سال 1970 همین تلویزیون موندیم 1970 گذشت 2022 گذشت 52 سال گذشته خیلی خدمتگار است. واقعا خیلی داشتنش بهش این صنف ابتدایی هم کبینت زبان و ادبیات تاجیک کبینت زبان ادبیات تاجیک میدن خیلی مکتب فرسوده شده است که درخواست شما رو ویدیو میکنیم گفتم لیکن اینجا خیلی کمبودی ها بوده است که یا دستگیری میکنید همین رهبریت مکتب و همین طلبه ها را خیلی فرسوده است مکتب. پتلوکوش هم فکرم نو کردن کنه رنگ و برو هستم نوازه واسناش این تیریزاش هم اصال هفته چند که 1970 نه بوار نه بودو کشاله شدیم یا دستگیری شود اگر انشاءالله گفتم که همون فکر اندیشاتون باشد که اگر گوید که ما دستگیری میکنیم با من یک ویدیو دیگه کرده در اونجا یک کارت میمونم رقمی کارت شما میتونید در اون با واسطه همون کارت به همین مکتب یاردمی خودتون رسانید بگذار 10 سوم باشد بگذار 100 سوم باشد لیکن یاردمتون میرسد برای این مکتب. نیستیم چطور باشده معلم این قلب زدگی این نصیب نبوده من یکمین صنفه که من خونده بودم همین معنی صنف نصیب نبوده درنش دیدم. خلاصه همتون شنیدید از راهبریت مکتب و از معلمان که خیلی واقعا تعمیر طلب شده است مکتب. این سیمخانه برای صرفه یک اشاره بگیرم مکتب برای اون میاموزند که اخبار با نظام اداره خلاصه دستگیری کنید فکرم از عمله بگو چی میگوی شما؟ نه یاردم میکنن که همین مکتب در همین حالت نگاه داره خوبتر است چون که این برای تعمیر جاری در کار است تعمیر جاری به یاردم مردم هیچ کار تقل نمیشه. بله
اگر یاردم کنه میگن خدا خواهد انشالله اجرش میگیرن انشالله. با علل خصوص در رمضان انشاءالله با خودتون هم نظم میدوند که چقدر اجر پاداش دارد. این مکتب این چیز اساسی است. قریب که سیاست از تمامی محله های سامانی، محله های شما، محله های خود ما، محله بودا، حتی از محله نواباد که توت خلا، از همونجا از این محله ریبومت پولی، محله کلی، تمام فرزنداشو هیا خونه‌های هستن که فرزنداشو آورده دمیج بودن به خاطر اینکه معلومه کلاسون که درج تجربی خارج دارن همینا دمیج خونه سعود دارن. آبیا برام خوش شده بودم. من تالار ورزش شد یا اینجا پیش کتابخانه بود. حالا کتابخانه ای حالا کتابخانه ای اینجا بفیت بزیام تالار کشه یا نوارش کنه این میدانچی مکتبی ورزشی مکتبی ده همینجا و تالار ورزشی فکرم میخوان زمانویش کنند اما شرایط نیست. از یک درونش یک دیده میبریم. معلم ورزش سلام علیکم. مرحمت در درگاه ما. سلام علیکم. سلام علیکم. درود به شما. مرحمت. شاگردان گرامی، ما این تالار ورزشی مکتبی 10 از سال 2005 هم فکرم معلم ساختمانش ادامه کرده سوده. راست گپ حکومت جمهوری تاجیکستان بسیار به ما کمک کرد. از طریق حکومت ولایت بسیار کمک ها شد، از طریق حکومت نایب بسیار کمک شد. ما را دستگیری کردن. همین تالار ورزشی در هیچ گوشه نبودیم ما بنیاد کردیم و فقط قسمی کمش تالار مونده. همه خانه های یارسان، خانه معلمان را سیاب، تالار حجره معلمان ورزش تعمیر رفته ساده است. تعمیر رفته ساده است. برای مبلغ ضرور شکتور کردن در کار. پتلوک بالاش و بخم کردن در کار، پالش زدن در کار. هم خیلی حجره ها 3 تا هستن. این حجره دیگر، این حجره موافق نقشه ای که در انشاءات های ورزش حجره لباسکشی برای دخترها، یک طرفش اینجا پریگرات که میشد، یک طرفش برای بچه ها، یک طرفش برای دخترها اومده در جای تازه آزاده مثلا لباس کشیده. ما با تالار ورزش افسوس اینم پتلاکش و فرشش پالش این دیوراش که طور کردم در کار اینم یک چند کار دارن. این خانچی سیم این هم حجره به همین اندازه. این همون گفتگوی در بالا بالاش فرشش کتورش نیست. این برای نگاه داشتنی اسباب انجام های ورزشی بعد تمرین اسباب انجام در همین نگاه میدارن. ضروریش گرفته بنی در خود داره که میبینید به تالار ورزشی اساسی. این درم در زمانوی نه اعضای بدنش بیرون شدگی در دوام چندین سال خریدار. اینم او تعمیر طلب، پتلوکش، پالش، دیوارش کتور کردن کار. خلاصه دون بیکار موندگه. ما میندار حکومت تاجیکستان، حکومت ولایت، حکومت ناحیه این اقدام به دست گرفته. در هیچ جا نبودگی این تالار ساختن به ما دادن. خب مبلغ‌های زیاد صرف کردن. جای اساسیش که از همه تالار کلام بود، فرشش بود شد. و تالار کلام بود فقط دو در زمانوی خونه بود. بعضی اسباب انجام‌های ورزشی در کار هستند. ما از جمله سایک‌های والیبال، مثلا سایک‌های بسکتبال و بعضی انجام‌های ورزشی شد و ما لازم می‌گویند همونا را اگر شود شاگردانی که پیش وقت همین مکتب تمام کردند عموماً زادگان ناحیه مسجد که همیشه در این کارها در کارهای جمعیتی پیشمن یاران کنن اگر به ما دست یاری دراز کنن خیلی خوبتر میشه. البته همین کمبودی ما همین به مقدار کم قطره از بعد هموشد یارنم تیم کرد دست برای ما با وجود تالار ورزش داشتن. ما چندین سال در این عرصه میدان‌های امسال جمهوری بیرون از آن ولایتی اشتراک میکنیم
ما زیاده از 600 تا مدال آوردیم دیپلم افتخارنامه ها. ما دیروز از شهر دوشنبه برگشتیم 6 نفر شاگردان در مسابقه جمهوری اشتراک کردند با 9 مدال برگشتن 3 مدال طلا 3 مدال نقره و 3 برنجی مدال طلا رو نیازالله محمدی در پرتاب‌زنی گرز صادقیان شهباز از سیل دادن گلوله صادقیان شهباز از پرتاب‌زنی دیسک سیف الله حسن از پرتاب‌زنی گرز مقام دوم نقره شکر نظام الدین مدال برنجی از پرتاب‌زنی گرز نوروزاده محمد طیب از جیش سیگانه و جیش بدرازی یعنی نقره جمع نوع مدال و نباز در روزهای نزدیک روزهای 13 و 14 در پایتخت با برآمد داریم مولا کریم گل محمد در سبقت ولایتی مقام اول را گرفت سزاوار جای یکم و دوم گشت در سبقت در جمهوری در نمودی 60 با مونده برآمد میکند خدا خواهد اول نتیجه به آن دستگیر میکنیم برای می کم در شب دیگر ما می طالب برنامه بوش شد زمستان در همین سال 27 روز باران شد 27 روز باران شد ما در کریدور مکتب تمرین کردیم با وجود در کریدور مکتب تمرین کردن با رفته در جمهوری نتونیدن آوردن کم ترک دست پرواران یادم کنم خوبتر میشد همه بزمینه رو درباره مثل جمعیت پرداختن درباره حکومت پرداختن این از عالم انسانی نیست چون که جمعیت هم با دیگر کارها دارد یک کارهایی که مثلا با از ما ضرورتر ما رو یادم کنن و این محصول باران نتیجه باران بود نقدانها کم در کارناشایی هم شدیان تا حالا نادرون در علاقه هم بام بود و شکیله اون جای تامین کردگی بیرون کرد قریب که 24 متر از پیش ناودان و 24 متر ناودان از آخر در کارهای ناودان هم در قسمت نیچی داخل میشن خلاصه بچه ها سخاوت کنن گر مومن ندار قسمی کم مونده هم یک 10% کارها مونده هم کارهایی که با واسه حشر هم مشکل کردن میشن کار اول مقصد کم در مبلغ یاردن ممکنه که مثلا لای کنیم شکتورش کنیم دیگر کارها رو کنیم این کارها میشن سلامت باشید به همتون برای کن خیلی خلاصه دیدید شنیده که واقعا اکثر ما همین مکتب خواندگی هستیم یک دستگیری شود میبینید که هم مامورین مکتب از شما خرسند هم فرزندهای شما در اینجا با یک شرایط خوب درس میخوانند در اینجا و اینجا حاضر خیلی معلوم بیان کردن که از تمام مناطق همین محل سامانیان فرزندها هستند در اینجا میخوانند به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینجا استادهای وای دارن استادهای کهنه دارن که اونها واقعا اکو مقصدی من این نگفتن است که حاضر آموزگارای نو بیسوادن نه پس مقصد این است که همون تجربه هاشون باید از اون معلم ها خیلی خلاصه سربلند خانواده باشه احمد فکر اندیشاتون باشه با فکر اندیشاتون بیان میکنه واقعی خانواده باشه